بچه‌ها یه چیز جالب بهتون میگم فقط بخندین. الان من سینا داشتیم پست میگرفتیم، من روی این فرش سر خوردم، ساعتم یه ذره کفی شد. الان میگم درش بیام بشورم قشنگ با آب بزنم چون زده آب هیچی نمیشه. دارن کفی شده بود اینا قشنگ میدونم به خیال راحت بشورم آب بزنم مثلا هیچ انگار نه انگار. اینا دیدی نه میبینی؟ آب میخورد صفحش اینا هیچی نمیشه نه آب میخورد صفحش اینا من مازرد پشتش هیچی نمیشه آهنگ میشه ساعت من ببخشید دوباره نهید ساعت دو بینه ببخشید آقا ببخشید شدن چه بودم قشنگ یکی لکمکاش اینجا در نرفت میگم من باید بخوام تاش بشورم چون زد دو واسه هیچی نمیشه. نگاه اینا توش آبم بره هیچی نمیشه. نگران چی هستی تو؟ نگاه کن چنا مثلا نگران بودم آب نگاه کن هیچی نمیشه اصلا خیال راحت چون یکم لگ روش افتاد من قشنگ تمیز کنم. من دعوا پیش کنم مامان من لباس همه کافی مفی شد خواه برم همون یه دوش بگم سری میام. خب زودتر بخون نهار بخوریم. 10 بار یه حرف میزنن ناموسن. چی گفتم؟ میگه با ساعت چه میرم میگه آقا ضد آب ساعت خیس نمیشه مامان ضد آب خراب نمیشه که 10 بار یه حرف نمیزنن که میام توش میگم خودت تو گفتی اصلا گفتم اصلا مادر حرف نزد که